در مورد لباس شخصی ها مطرح شد. اصلا وجود لباس شخصیات میدونی که جنبه غیرقانونی داره. من اعتراض کردم که متن حقوقی هم نوشتیم که منجر به واکنش رئیس پلیس و نمیدونم دستگاه‌های دیگه شد که نشون دهنده حساسیت قضیه است. من به ذهن همینه که این اعتراض که جنبه حقوقی داره، جنبه قانونی داره، نسبت به این موضوع باید ادامه داشته باشه. این میتونه زمینه رو تنگ بکنه برای اینکه از این نیروها استفاده بکنه. چون کسایی که قوه قهریه بر علیه مردم به کار میبرن با لباس‌های مشخص و آرم مشخص باید باشه نظر قانونی و همه نمیتونن این کار داشته باشن و به این وضع ظاهر شدن چیز هست. خود مردم هم واکنش طبیعی و به اصطلاح محکمی راجع به این موضوع دارن که از این مثلا باید استفاده کردن. همون چیزی که دوستان اشاره کردن که بعد از اینا شناخته میشن توی سایت ها معرفی میشن، خب روش مناسبتونه کم نگیریم، این رو ادامه بدیم و خودیم یه مقدار کنترل کننده است. اون کار حقوقی و اعتراض حقوقی، اعتراض سیاسی هم نسبت به این مسئله باید ادامه پیدا بکنه که از اون کشورمون این مسئله بیشتر بشه. اگه ما پلیس داریم، اگه نیروی نظامی داریم، انتظامی داریم، خب اونا باید بیان با مسائل اگه خلافیت برخورد بشه، این مسئله باید از کشور بره. یه سوالی شد که بدون تشکر چطور وارد شدید. بنده یک برآوردی داشتم که هنوزم فکر نمی‌کنم که اشتباه کرده باشن که دیر رو مطرح کردم. بعد اگه یک سال پیش رو مطرح کرده بودم اصلا به انتخابات نمی‌رسیدم و نمی‌ذاشتم برسیم. بنده 15 اسفند می‌خواستم حتی اینو دیرتر چیز بکنم که فرصت یه مقدار کار داشته باشم تا دوستان حواسشون جمع بشه کمی ما جلو بریم. برای این 15 اسفند مطرح کردم. حالا با به زبان بی زبانی به همه میگفتم آقا من نمیتونم اصلا مطرح بکنم، گوسازی میشه، فلان میشه، بهمان میشه و این ثابت شد الان در وضعیت فعلی و من واقعی موندم در این زمینه. اصلا فکر نمی‌کنم که غیر واقعی بودم. یقینا من اگر در ماه فرزند مهر و آبان این مسئله مطرح کرده بودم به عید نمی‌رسید مسئله شرکتم در انتخابات. در حال ولی تصور بنده از وسعت تقلب و نوع کاری که شد این نبود. من قبول دارم که فکر می‌کنم همه ما غافلگیر شدیم، بنده تنها غافلگیر نشدم. یعنی مثلا اطلاعاتی الان میرسه و بحث‌ها و گفتگوهای میشه خیلی گسترده‌تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم. و باز هم بنده اطلاع دقیق نداشتم که عوام معظم رهبری اینقدر با رئیس جمهور علاقه داره. شاید اون موقع اگه از اول گفته میشد شاید من یک فکر دیگه میکردم. ما در خود انتخابات مشکلی دیگه هم پیدا کردیم. ببینیم فقط مسئله هم مقدمه انتخابات هست که فوق‌العاده مهمه که اونها هم دست کم نداره، جنبه قانونی داره در اعتراض به اونها. یعنی مواردی نقض شده که خود انتخابات رو حتی اگر درست هم انجام میشد هم مقدمات مثل کسی که بدون وضو وارد نماز شده بود نمازش باطله دید. اما اینها مقدمات یه صورت گرفته، مقدماتی که غیر قانونی و خلاف قانون بوده. یه مواردی هست از پول پخش کردن ها، نمیدونم دروغ پردازی ها و کارهای مختلفی که صورت گرفته. یه موردش هم الان کشف که قانون داشته که از نظر مسئله نفت تکیگیری اصطلاح چیز بکنن، رایانه بدن چیکار بکنن، اصطلاح چیز بکنن، توضیح بکنن. اما یارانه برید مجلس الان اعتراض کرده به اون یک کار غیرقانونی معلومه که به دلیل چیز انتخابات این مسئله رو اجرای قانون به تعطیل انداخت. حالا اینا جدا خود تو روند انتخابات هم تو مقدمات دیگر که در آستانه انتخابات اتفاقاتی افتاد که هر کدومش میتونست ماها رو فلج بکنه، از جمله تعطیلی SMS. ما تمام شبکه ارتباطیمون رو برای این اساس تنظیم کردیم و کارشکنی که برای ناظرین ما گذاشته بودن محدودی هایی که در این زمینه بود امثال اینها ما فکر کرده بودیم که از این طریق و اطمینان هم داده بودن که نه این از بین نمیره و در این اساس قرار بود که یک کار وسیع صورت بگیره. یک ساختمانی تغییر شده بود با مقدار زیادی فردی که متخصص بشن کار اطلاع بگیرن با کامپیوترها و رایانه‌های گوناگون. همه اینها با تعطیلی SMS اصلا از بین رفت. وقتی ما همون روزها اعتراض کردیم دو گروه از سوی دو مثلا کانال ما به مخابراتی که رجوع کردیم اونا
هم بدنهشون گفتن هم مقامات رسمیشون گفتن که ما نکردیم، به دستور ما نبود. خب برگشت توی جاهای دیگه و این خودش اصرار کننده در کارهای ما بود و به اضافه موارد دیگه‌ای که هست. یک از سوالا دوستان سوال کرده ادامه راه تا کجا؟ قطعا این ادامه راه تا کجا یکی این مقطع کوتاه فعلی رو در بر میگیره، یکی ماه‌ها یا این 10 سال‌های آخر میگیره. برمیگرده که ما اون چیزی که در کشور اتفاق افتاده رو یه فهم دقیق ازش داشته باشیم و خوب ارزیابی بکنیم و بر اساس اون موقعیت جدید رو بسنجیم و بالای تشکیل خواهد شد و روندها رو پیش بینی بکنیم و بر اساس اون برنامه‌ای رو بدیم. این جزئی بحثایی میتونه باشه که حداقل یه جلسه کلی رو میتونه به خودش اختصاص بده که تو همین جمع هم میتونه باشه، توی جامعه شناسا یا دوستایی که رشته علوم سیاسی هستن میتونیم بهش بپردازیم. تو اتاق فکرام به این مسئله میشه پرداخت راه حلایی هم کوتاه مدت و هم دراز مدت میتونه برای این مسئله پیش بیاد. اون چیزی که بسیار مهمه این هست که نیروهایی که به این جریان علاقمند هستند و خودشون در انتخابات شرکت کردن یک نوع چیزی دارن، کیفی از فکرها درشون مسئله. بعضی میگن زودتر مسئله خیابانی باید جمع بشه، ما به یه فاز دیگه باید منتقل بشیم. بعضیا مدافعین هستن که این مسئله باید ادامه پیدا کنه، بعضی فوند هستن، بعضی فوند. این بحث گفتگوهایی است که باید ادامه پیدا کنه و در یه حالت جمعی ما راه حلی بارش باید فکر بکنیم. یقینا بین شما هست، بین دوستای ما هم هست، ان شاءالله به یه نتیجه‌ای باید برسیم. الان ما اقتضایی عمل می‌کنیم بر اساس بعضی چیزا هست که اصلا ما واقعا دنبال مردم می‌دویم. یعنی خیلی از اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاده روز جمعه به هیچ وجه زاده هیچ نوع تدبیر مرکزی و دستوری نیست. خود اون راهپیمای عظیمی که دوشنبه اتفاق افتاد و دوستان هم میدونن که یعنی شاید بیشتر دوستان در اون گذاشتن، تصور میشه که عده‌ای کمی در اونجا خواهند آمد. خود حضور بنده در اونجا توی ستار بحث کردیم به این ترتیب بود که ممکنه مردم جمعیتی کمی باشه و این خشونتی که علیه مردم میشه شاید بنده برم یا این خشونت کم بشه یا اینکه ما هم کمی کتک بخوریم که دل مردم بیشتر چیز نشه. با این دید ما رفتیم ولی اون جمعیت عظیم بود و مردم بیش از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم حضور داشتن. خیلی از این مثلا جمع شدنشون تو میدان توپخانه قطعاً با برنامه مرکزی و یه ستاد مرکزی صورت نگرفت و امثال اینا. الان هم هنوز این کارها به نظرم ادامه داره. یه مسئله خود حتی من یه جایی توی این اطلاعیه گفتم این آرم سبزی که ما انتخاب کردیم از خود داخل مردم به سمت ما اومد، نه اینکه یه اندیشمندان خیلی متفکر ما داشته باشن فکر بکنن این رو کار بکنن جا بندازن. نه، توی یکی از مسافرهای جوان 18-19 ساله پیشنهادش بودیم و او با پیشنهاد اون یک شال سبزی انداختن گردن ما و این کمی به خبرنگار رو این کمی لباس سبز و بعد از این حس زیباشناسانم بعد نیست ولی رشته هنری فکر کردم که میتونه خیلی بگیره. خود آقای فاطمی دیگران هم همین اعتقاد داشتن و تبدیل به یک نمادی شد که به اون یک دال شناور به قول امروز تونست یه عده زیادی رو در سطح ملی به خودش جمع بکنه و تبدیل به یک پرچم بشه. به دلیل غنای این رنگ در تاریخ فرهنگی ما خیلی کمک کرد. واقعا یه رنگی ما همیشه به اهل بیت علیهم السلام رو نسبت میدیم، جنبه مذهبی برای ما داره، مردم یه احساس خوشی و زیبایی با ما دارن. بخشی از پرچم سرنگ ما به این مثلا میشه خود طبیعت این چیزه. خداوند متعال هم خیلی کمک کرد. همون قرعه‌ای که در رنگ سبز در اومد خیلی در کشور اثر و اینا از درون صفوف مردم در اومد. من میخوام بگم که هنوز ما نیازمند بهره‌گیری از ابتکارات و گرایش‌های مردم هستیم و نمیخوام بگم که برنامه نداشته باشیم و همش دنبال این مسئله بدیم، ولی این به اصطلاح دو طرفه باشه. بعضی از کارهایی که چه کار باید کرد سوال شد خب بکنیم